طولانی ترین قنات جهان، قنات زارچ. تصور کنید در دل کویری خشک و بی‌آب، آبی زلال از دل زمین می جوشد و حیات را به شهر می آورد. این معجزه قنات زارچ یزد است. طولانی ترین قنات ایران که از دوران باستان تا امروز همچنان جاری است. این قنات شاهکاری از دانش و تجربه ایرانیان در مدیریت منابع آب محسوب می شود. اما چگونه بدون فناوری مدرن چنین سیستم پیشرفته‌ای ساخته شد و هنوز هم پابرجاست؟ قنات زارچ یزد یکی از قدیمی‌ترین سامانه‌های مدیریت آب در جهان است که بیش از 100 کیلومتر طول دارد و از هزاران سال پیش تا امروز به تامین آب شهر یزد کمک کرده. این قنات با بهره‌گیری از شیب طبیعی زمین آب را از ارتفاعات اطراف یزد به مناطق خشک‌تر هدایت می‌کند. آب این قنات همچنان جریان دارد و برخی از مناطق شهر یزد هنوز از آن بهره می‌برند. ساخت قنات زارچ بدون تجهیزات مدرن خود یک شاهکار مهندسی است. حفاری هزاران متر تونل زیرزمینی، آن هم با ابزارهای دستی، نشان دهنده نبوغ ایرانیان در مدیریت آب است. سیستم قنات به گونه‌ای طراحی شده که بدون نیاز به پمپ آب را از عمق زمین بالا می‌آورد و در تمام مسیر خود با کمترین میزان هدر رفت آن را توزیع می‌کند. این قنات قدمت 3000 ساله دارد. یکی از ویژگی‌های شگفت‌انگیز قنات زارچ بقای آن پس از قرن‌هاست. طراحی منحصر به فرد این قنات باعث شده که کمترین میزان تبخیر و آلودگی را داشته باشد. همچنین در گذشته نگهداری قنات بر عهده میراب‌ها بود که به طور مداوم مسیرهای آب را بررسی و تمیز می‌کردند. امروزه با استفاده از روش‌های مدرن برخی بخش‌های قنات همچنان قابل استفاده است و می‌تواند الگویی برای مدیریت منابع آب در مناطق کم آب باشد. قنات زارچ یزد یکی از مهمترین قنات‌های ساخته شده به دست بشر است که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده. این قنات در شهر زارچ یزد قرار گرفته و علت نامگذاریش هم محل قرارگیری آن است. ساخت این قنات سالیان سال طول کشیده و چندین نسل در حفاری آن با دستهای خالی و امکانات بسیار کم نقش داشتند. قنات باغ زارچ در سال 2016 با طول 90 کیلومتر به عنوان طولانی ترین قنات جهان در میراث جهانی یونسکو ثبت جهانی شد و سالانه گردشگران ایرانی و خارجی زیادی را برای بازدید از جاهای دیدنی یزد دعوت می‌کند. پس از ورود اسلام به ایران، مسجد جامع یزد در حریم قنات باغ زارچ ساخته شد. ساخت این بنا روی قنات موجب پر شدن آب انبار وسیع زیر مسجد شد و امکاناتی برای ساخت پایابی برای وضو گرفتن در فضای داخلی مسجد ایجاد کرد. میله‌های قنات هنوز هم در فضای مسجد جامع به چشم می‌خورند و پایاب وضو هم همچنان برای عموم قابل استفاده است. درباره میزان آبدهی قنات زارچ در سالهای گذشته، آبدهی قنات بیش از 150 لیتر در ثانیه بوده. این مقدار آب با متوسط سرانه مصرف آب یک فرد در روز برابری می‌کند که شامل آب مورد نیاز فرد برای آشامیدن، استحمام، ظرفشویی و غیره می‌شود. اما حالا دیگر خبری از این حجم آبدهی نیست. آبدهی قنات در حال حاضر چیزی حدود 25 لیتر در ثانیه است. توسعه شهر یزد، ساختمانسازی در نواحی مربوط به قنات و حفر بی‌رویه چاه‌های مختلف در حریم قنات باعث شده که قنات باغ زارچ دیگر مانند گذشته پرآب نباشد. اما هنوز هم جهت مصارف کشاورزی و آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تغییرات علاوه بر کم‌آبی مشکلات دیگری هم سر راه قنات زارچ سبز کرده که از جمله این مشکلات می‌توان به قرار گرفتن لوله‌های فاضلاب در دالان قنات اشاره کرد. مشکل قنات زارچ با فاضلاب‌های شهر نیاز به راهکارهای جدی دارد تا از تخریب یکی از مهمترین جاهای دیدنی یزد جلوگیری شود. این قنات از زیر شهر یزد عبور کرده و بخش‌هایی که فاقد فاضلاب است مشکلات زیادی برای قنات و نگهداری از این اثر تاریخی ایجاد کرده. شاخه‌های مختلف قنات زارچ. قنات زارچ از حوالی دشت فهرج آغاز شده و پس از گذر از روستاهای خودیک، دهنو، قاسم آباد و اکرمیه وارد شهر یزد می شود.
این قنات از زیر محلات مختلف شهر از جمله میدان مرکزی به نام میدان امیر چخماق عبور می‌کند و در نهایت پس از طی بازار اصلی شهر و مسجد جامع از شهر یزد خارج شده و مسیر خود را به سمت شهر زارچ ادامه می‌دهد. رشته قنات‌ها معمولاً ساختار یکسانی دارند. هر قنات از شاخه اصلی و فرعی تشکیل شده و دارای بخش آب‌انبار برای ذخیره آب و پایاب برای دسترسی به آب جاری است. قنات زارچ یزد که در عمق 86 متری زمین حفر شده، دارای 3 شاخه جداگانه به نام‌های شیرین، شور و ابراهیم خویدکی است. در شرایط فعلی فقط شاخه شور فعال است و شاخه‌های دیگر به خاطر افت سطح آب‌های زیرزمینی خشک شده‌اند. آب شاخه شور واقعاً شور است و برای همین هم به نام شاخه شور شناخته می‌شود. علت این شوری مادر چاه این شاخه است که در منطقه آب شور قرار گرفته. جالب است بدانید که آب این شاخه از قنات زارچ کیفیتی کمتری نسبت به شاخه‌های دیگر دارد. شاخه شور با طولی نزدیک به 72 کیلومتر از پایاب مسجد جامع می‌گذرد. پایاب مسجد جامع با 60 پله به آب قنات دسترسی دارد. در تمام مسیر قنات نورگیرهایی قرار دارد که بخشی از سازه هستند و نقش مهمی در ساختار آن دارند. یکی از نکات جالب درباره این قنات سطح مقطع مربع شکل آن است. تمام قنات‌ها سطح مقطع دایره‌ای یا بیضی شکل دارند، اما سطح مقطع قنات باغ زارچ مربعی است. شاخه شیرین پس از عبور از خیابان امام و خانه صدری‌ها از حمام محمدیه، کوچه مشروطه و حسینیه وقت و ساعت گذشته و در خیابان مسجد جامع به مسیر خود ادامه می‌دهد تا به بقعه سید رکنالدین و حسینیه وقت و ساعت می‌رسد. در سال 1340 پایاب میدان وقت و ساعت طی عملیات حفاری کشف شد و مدتی مورد استفاده قرار گرفت. اما اواخر همان سال به دلایل مختلف این ورودی با خاک پوشانده شد و دیگر اثری از آن باقی نمانده. مالکان، نگهداری و مدیریت قنات‌ها. با توجه به اینکه بسیاری از زمین‌های کشاورزی این منطقه به کمک آب قنات آبیاری می‌شوند، طبیعتاً نگهداری، تقسیم و توزیع آب قناتی به این عظمت نیاز به برنامه‌ریزی مشخصی دارد. این برنامه مشخص توسط شورایی به نام شورای قنات زارچ تدوین می‌شود. شورای قنات زارچ شامل یک گروه با 5 عضو است که توسط مالکان و شاربین قنات انتخاب می‌شوند. 2 نفر از اعضای شورا از منطقه سرچشمه و 3 نفرشان از توده زارچ هستند. از بین این اعضا 1 نفر به مدت 1 سال نماینده تامل اختیار شوراست که رابطه بین کشاورزان و ادارات خواهد بود و کمک‌های لازم را از مالکان دریافت می‌کند. نماینده تامل اختیار شورا مسئولیت‌های مرتبط با عملیاتی مانند حفاظت، نگهداری، حفر پیشکار، گرفتن کارگر قنات، پرداخت دستمزد کارگر و غیره را به عهده دارد. 2 نفر از اعضای شورا به مدت 1 سال وظیفه توزیع و تقسیم آب را بر عهده دارند. 1 نفر در سرچشمه و دیگری در محل توده قنات توزیع را انجام می‌دهد. این شخص که با نام میراب شناخته می‌شود، برنامه مشخصی برای حق آب هر فرد را بر حسب نوبت مشخص کرده و آب را به کشاورزان می‌دهد. سرچشمه قنات زارچ به مدت 6 شبانه روز و توده زارچ به مدت 9 شبانه روز آب دارد. میراب هم در این فرایند دستمزدی دارد که این دستمزد به نام صد معروف است. دستمزد میراب از روی سهم آب به او پرداخت می شود. این سهم در هر 15 روز 1 بار به میزان 1 جرعه آب است که معادل 11 دقیقه است. تعداد مالکان قنات زارچ 10 خانواده است و اراضی تحت کشت این قنات حدوداً 40 هکتار است. در نظر داشته باشید که شهر یزد مساحتی حدود 550 هکتار دارد و مساحتی که این قنات تحت پوشش آبیاری خود دارد بسیار وسیع است. ازدواج قنات در یزد. هر منطقه و شهری رسم و رسوم خاص خودش را دارد که شاید حالا دیگر در میان مردم رایج نباشد، اما نقل سینه به سینه این رسوم و مراسم‌ها برای گردشگران جالب خواهد بود. یکی از این مراسم‌های عجیب ازدواج قنات در یزد بود.
طبق صحبت‌های علیاصغر سمسار یزدی، مشاور ارشد مرکز بین‌المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی، در زمان گذشته وقتی آبدهی قنات کم می‌شد یا با مشکل خشکسالی مواجه می‌شدند، این مشکل را با ازدواج آن قنات برطرف می‌کردند. طی این مراسم یکی از زنان بیوه روستا را در مراسمی شبیه به مراسم ازدواج به عقد قنات در می‌آوردند. این زن تا پایان عمر همسر قنات محسوب می‌شد. تمام هزینه‌های همسر قنات توسط قنات به وسیله صاحبان قنات پرداخت می‌شد و این مورد نیز بخشی از هزینه‌های قنات مثل لایروبی، مرمت و غیره محسوب می‌شد. طبق پژوهش‌های انجام شده، آخرین همسر قنات نزدیک به 40 سال گذشته از دنیا رفته و سال‌هاست که دیگر چنین مراسمی در یزد برگزار نشده. پایاب که به صورت دالانی شیبدار در زیر زمین حفر شده، محلی برای استفاده مردم از آب جاری قنات است. پایاب قنات زارچ با 60 پله محلی‌ها را به آب می‌رساند. در گذشته این قسمت قنات‌ها همگی دارای حوض بوده و محلی برای شستشو، استحمام و تأمین آب به شمار می‌رفتند. این همه کاربرد پایاب‌ها نبوده، بلکه در گذشته به عنوان محلی برای نمایش مرزبندی طبقات اجتماعی، مکانی خنک برای فرار از روزهای گرم مناطق کویری، سنگری امن در مقابل ناامنی و غیره نیز بوده. قنات زارچ دارای 38 پایاب در شهر یزد است که امکان دسترسی به آب را برای گروه‌های مختلف مردم شهر فراهم می‌کرده. اولین پایاب گلکار است که در بلوار شهید آسیزاده یزد قرار دارد و در حدود 100 سال پیش توسط حاج محمد علی گلکار مرمت شد. دومین پایاب به گودرز یا گودال شهریاری معروف است که در کنار بیمارستان گودرز قرار دارد. این پایاب هم 150 سال پیش مرمت شد. آخرین پایاب قنات زارچ یزد در محله کوشک نو واقع شده که آب ورودی به آسیاب وزیر از آن می‌گذرد. آسیاب‌های قنات زارچ. 2 آسیاب آبی در مسیر قنات زارچ وجود دارد: آسیاب وزیر و آسیاب کوشک نو. این قنات در مسیر حرکت آب 2 آسیاب را به حرکت در می‌آورد که هر کدام از این آسیاب‌ها هم نوعی میراث تاریخی به شمار می‌روند و در حال مرمت هستند. ساختار آسیاب آبی به شکلی بوده که ابتدا آب وارد تنوره می‌شد. با بسته شدن شیر آسیاب، آب پشت تنوره جمع می‌شد و با باز شدن شیر، فشار آب موجب چرخیدن توربین و حرکت سنگ زبرین روی سنگ زیرین می‌شد. این حرکت سنگ‌ها روی هم گندم را به آرد تبدیل می‌کرد. آسیاب وزیر در دوره آل مظفر به دستور حاکم زمان در داخل حصارهای شهر روی قنات زارچ ساخته شده. هدف از ساخت این آسیاب در داخل حصارهای شهر این بوده که اگر درگیری یا جنگی رخ داد، مردم برای آرد دچار مشکل نشوند. این آسیاب‌ها نیز خود یک میراث تاریخی مهم و ارزشمند به شمار می‌روند. ابزارهای اصلی قنات: ساعت آبی. ساعت آبی ایرانی ابزاری ساده و در عین حال بسیار دقیق، کارآمد و همیشگی بوده و در زندگی کشاورزی جامعه ایران به ویژه در مناطق کویری که آب مایه حیات و عنصر اصلی زندگی اجتماعی بوده ضروری و نقش کارآمدی داشته. با مطالعه استفاده از ساعت آبی در کشورهای مختلف میتوان گفت در هیچ جای جهان ساعت آبی به اندازه ایران کارآمد و تاثیرگذار و مستمر نبوده. این ساعت حتی در زمانی که 50 سال قبل ساعت‌های نوین به بازار آمده بود با آنها رقابت می‌کرد و کشاورزان حاضر به کنار گذاشتن آن و استفاده از ساعت‌های نوین نبودند. لذا ضرورت دارد ساعت آبی ایران در میراث معنوی ثبت گردد. چرخ دستگاه مدوری است که به وسیله آن با کمک ریسمان و دلو خاک را از داخل چاه یا کانال به بیرون می‌آوردند. چرخ چاه بر 2 نوع یکسره و 2 سره بوده که از چرخ چاه 2 سره به ویژه در کندن چاه‌های بسیار عمیق بهره گرفته می‌شده. سپاسگزارم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما را لایک و سابسکرایب کنید و روی زنگوله بزنید و نظرات زیبا و سازنده‌تون رو با ما به اشتراک بذارید.